سلام، خوش اومدید به اینسترو سنتر. امروز می‌خوایم در مورد GT230 ضخامت‌سنج رنگ و پوشش از برند ونتک صحبت کنیم. خیلی مشابه مدل WT 2100 از برند وینتک هست. اونم ضخامت‌سنج رنگ و پوشش بود. آیتمایی که در واقع توی منوش می‌بینید آیتما تقریبا شبیه همون ضخامت‌سنج رنگ و پوشش هست. یه آیتم ستینگ داره برای تنظیمات زبان و اسکرین روتیشن، تنظیمات لیمیت داره، حد بالا پایین مشخص می‌کنید، تنظیمات مموری که بتونید دیتاهاتون مدیریت بکنید و ویو که بتونید دیتاهاتون رو به شکل‌های مختلف ببینید. اما مهمترین نکته‌ای که داره بخش کالیبراسیونش که دو تا مود کالیبراسیون داره برخلاف WT 2100. یه بیس کالیبریشن و یه زیرو کالیبریشن که این کار مهمترین کاری که توی ضخامت‌سنج انجام میشه. یعنی قبل از شروع اندازه‌گیری شما کالیبراسیونتون در واقع اگه به درستی انجام میشه تمومه دیگه برای اندازه‌گیری‌های ضخامت مشکلی نخواهید داشت. رنجی هم که اندازه میگیره از 0 تا 1300 میکرومتر هست که پشت دستگاه رنجش نوشته شده. ما دو تا سطح فلزی داریم، هر کدومش خاصی میتونیم انتخاب کنیم. حالا با توجه به اون نمونه‌ای که می‌خوایم بذاریم روش یه نمونه رو انتخاب می‌کنیم. مثلا من میام نمونه 510 میکرومتری رو انتخاب می‌کنم. این کار برای مود بیس کالیبریشن هست. وارد بخش CAL یا هم کالیبراسیون میشیم. با زدن اوکی بیس کالیبریشن هم فشار میدیم. اینجا چند تا دایره هست. من انقدر این رو روی این در واقع پوشش هم قرار میدم، پوشش 510 میکرومتریم تا این عدد 510 رو نشون بده. بعدش با زدن اوکی این رو میتونم به سادگی کالیبره کنم. برای اولین بار قرار میدیم ببینیم چند نشون میده. 52 میکرومتر. دومین بار 104 داره نشون میده. 260 510. این الان کالیبره شده. با زدن اوکی کالیبراسیون این به اتمام میرسه. یه حالت دیگه کالیبراسیون هم وجود داره، زیرو کالیبریشنه. زیرو کالیبریشن حالتیه که شما عملا هیچ در واقع ضخامتی از رنگ یا پوشش ندارید، یعنی صفره، هیچ ضخامتی وجود نداره. برای همین این نمونه رو میذارید کنار، فقط اون سطح فلزی حالا هر کدوم که بود قرار میدید روی سطح فلزیتون تا اون عدد صفر اونجا نمایش داده بشه. با انجام این کار شما در واقع سطحتون رو در دستگاه ضخامت سنجتون رو کالیبره میکنید.